گفتن امسال نیت حج فرضی نکنیم، زیرا که مقصد این وبال، این دردی که امروز عالم فرا گرفته است، ضرورت که پیدا شده است، ما حج فرضی برادر از گردن ما ساقط است. اگرچه مبلغ هم است، شرایط هم است، لیکن ضرورت که پیش اومده است، من دیگر این حج دا نرفتنم دهم برادر عزیز گناهگار نمیشم. بسیار ای خیلی مسئله را من برای شما مثال آوردم. در تاجیک ما مثال روغن خبز میتین، در تاجیک ما گوشت صغر میتن، در تاجیک ما جیره میتن، در تاجیک ما سگ، بعضی طبیب ها در فلان بیماری ها مقصد فایده‌آنک کس گفته میتن، لیکن همین ضرورت ده اگر طبیب حاضر باشد شریعت اجازت میتد، میگه معنیش درست است. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، یعنی در اسلام ما گوییم حرج نیست، مشکلات نیست. شما میتونید حتی سوره حج آیت 78 خدای مهربان میگه که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین ما حرج نداره، دین ما مشکلات نداره. یعنی دین ما دینی نیست که در یک مسئله ما قرار بگیریم و دیگر نداریم که چیکار کنیم. راههای حل در دین ما زیاد از زیر خدا خودش گفته است این دینی که من بر شما فرستادم تا روز قیامت جوابگوی همه عصر زمان هست. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، این مسئله که مقصد برای آدمای کشاورز، برای آدمان زمیندار، برای آدمانی که امروز حقیقتا بسیار وقت حاصله برادر عزیز، حقیقتا امروز باز وضعیت امروزه به همه ما و شما دیگر معلوم است که درهای همه مملکت ها دیگر بسته شد. هر کس باید که آن حاصل و آن کاری که در داخل دارد باید به همون انجام رساند. از این لحاظ بنابر همین من برادران عزیز کتابی دارم در کتابخانم از فقه الاسلام و ادلته. این حضرت صاحبش وهبه زحیلی هست که این بسیار یک عالم کلان، حتی این مفسر هم هست. در کتابش فقه الاسلام و ادلته که عبارت از جلدهای زیاد هست و از 4 مذهب صحبت میکنن و در کتاب صوم بگیم یا کتاب روزه سخنی را از جناب ابوبکر آجوری میارد. این ابوبکر آجوریش برادر عزیز 280 تولدش، 360 هجری گویم وفاتش است. خیلی آدم پیش است. تمام علما ابوبکر آجوری را همچون محدث میدونن، فقیه میدونن، عالم میدونن، ثقه میدونن. همین ابوبکر آجوری را وهبه زحیلی در کتابش آورده است که این حضرت گفته است که فَإِنْ خَافَ بِالصَّوْمِ تَلَفًا أَفْطَرَ وَقَضَى كَالْحَصَادِ وَالْخُبَّازِ وَالْحَدَادِ. ببین چی میگه؟ ابوبکر آجوری را سخنش آورد که گفت اگر در ماه روزه حصادش برادر عزیز انا همین عیناً آدمای دهقان، آدمایی که به زمین سر کار دارن، آدمانی که بگیم تمام بازار و شهر ما را از پمیدار و کارتوشکا و از جگاری و از هر محصولاتی که در زمین هست تامین میکنن، حصادش همینا هستن. ببین خبازش یا خبازش اینها کسانی که نانوای دارن، نان میپزن. حدادش برادر عزیز کسایی که حتی که آهنگرن، دکانهای آهنگری دارن. میگه اگر همینها مقصد از زمره کسانی هستند که اجازت خوردن روزه را دارن، افطر و قضا، یا افطار میکنن تا از همین حالت مردم بیرون کنن، ضرورت مردم بیرون که شد قضا. بعد روزهایی که مثال مانده است، روزهایی که برای اینها فراهم آمد دست بیافتن، انا که همین روزه خوردگیشون بعد قضا میدارن. یعنی این برادرای عزیز و گرامی، انا یگان جای بگیم قبولش باید یگان مشکلاتی نداشته باشد، زیرا آن چیزایی را که من برای شما گفتم همش گفته خدا و گفته رسول و گفته دانشمندای ما که همش سرچشمش با همین آیت حدیث میاد. حتی در یک فتوای جناب امام احمد حنبل یک مسئله را دیدم که میگه برای کسی که حتی
یک آدم در درون دریا غرق شده، یک آدم برای او را از داخل دریا برآوردن اگر رود او را از هلاکت نجات دهد، ببینید اگر همین انسان هم حق روزش خوردن دارد. چلی که در اصطلاحای بگیم بچه ها میگن که مثال در نزد هر یک حوضه و دریاها سپاساتلا هستند، یعنی مردم نجات میدادگی. همین هم حتی امام احمد حنبل در فتواش آورده است که اجازت دارد همین آدما که مردم که ای هلاکت نجات میتن به همین خاطر روزه هاشون بخورن، وقتی که دست یافتن روزه را قضا بگیرن. برادران شما یک اندیشه کنید، امروز یک روزی هست که نجات تمام مردم گوییم، البته همش اول و آخر خدا هست، لیکن به اسباب نمیشود، به سبب نمیشود. زلیاز امروز مردمی که مثال در زمین کار میکنن، نفرهایی که برادرای عزیز، حتی امروز دکترهایی که گوییم 24 ساعت در بالای پاهاشون هستند که همیشه حرکت میکنن برای مثال یک بیمار از او حالت برآوردن که مرا زنگ میزنن که از داخل و از خارج که حتی ما کارهای 24 ساعته داریم که دیگر نه سحر خرک کرده میتونیم نه بیگای خرک کرده میتونیم. از آن جمله برادرایی که در همین بیمار که از روسیه زنگ میزنن مبتلا شدگیان، ما برای همه اینها موافق همین فتواهایی که دیدم اجازت دادیم که شما حق روزه هاتون خوردن دارید. زین لحاظ برادرای عزیز و گرامی، انشاءالله در این باب یگان شبهه یگان شکی نیست. انا چیزی که صاحبای کتاب گفتن ما میتونیم که از فتوای این بزرگا استفاده بریم. به هر یک خیل اغواها، به هر خیل یک تهمتها، به هر خیل یک مقصدهای ناپاکی که بعضی نفرها دارن که مثلا در تاجیکستان فتوا دادن که انا روزه هاتون بخورید. برادرای عزیز، این خیل فتوا هیچ وقت صادر شدگی نیست یا هیچ کس ماه رمضان منکر نشده است، بلکه چیزی که همین صاحبای کتاب گفتن همون نفرهایی را که همین مردم در نظر دارن همون سخن یوا در همین درون کتاب هست. از این لحاظ من از همه برادرها خواهشم همین است که همین خوب با دقت باشید، فریفته هر یک مقصد سخنهای بیهوده و پوچ باطل نباشید. چیزی را که اسلام برای ما اجازت داده است برادرها از این ما و شما پیگیری کنیم. در آخر برادر عزیز گفتنی هستم که خدای مهربان این ماه را که ماه صبر میگن، خداوند بر همه شما صبر تید و بر تمام این دهقانهای ما، کشاورزهای ما خداوند با قوت تید که در همین خیل لحظه ها بازارهای ما را، مردمهای ما را از تمام آن شرایط ها و گوشت و خوردنی و هر چیزی که هست خدا قوتشون تید که تامین کنند. انشاءالله مثل همون حدیثی که میگه نفر تاجری که بازار ما را اگر به شرط از مواد خوراکت تامین کند وای مثلش گوی مانندش مثل یک مرتبه و منزلت مجاهدی در راه خدا را دارد. انشاءالله من با باوری کامل گفته میتونم که اینهایی که امروز در همین خیل حالتهای ناگوار مهنت دارن، زحمت کشیدستن و مردم ها بگیم کمک کردستن، خدا خواه از زمره همون آدمانی با ثواب و با اجر می شوند. در آخر خداوند همه تانا بازم صبر تیه و الله مهربان وقتی خوش و ایمانی کامل تیه و الله مهربان این دردی که درد عالمگیر هست خداوند تمام مردم روی عالم از این درد خلاص گردونه، این مشکلات را از روی مردم برطرف گردونه و خدای مهربان با روزهای خوب و روزهای نیک برای ما نصیب گرداند. سلام علیکم و رحمت